ذکر خدا با خمارات شدن نیست. ذکر خدا آرامشی که بر دل انسان می نشینه. ذکر خدا یعنی طاعت خدا در همه زمینه های زندگی. فذکرونی اذکرکم. در همه زمینه های زندگی ذکر خدا بکنید. ذکر خدا یعنی پارچه رو درست متر کردن، یعنی کیلو رو درست وزن کردن، یعنی آب رو میگو و ماهی نریختن و سطل زیرش بسته است. آب کجا میره؟ تو ماهی میکشی یا آب میکشی به مردم میدید؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. ذکر خدا یعنی تهمت نزدن به زنان پاکدامن. ذکر خدا یعنی بهتان نزدن. ذکر خدا یعنی غیبت نکردن. ذکر خدا یعنی همیشه به یاد خدا بودن و طاعت خدا کردن و معصیت خدا نکردن. ذکر خدا یعنی فقیر نوازش کردن. ذکر خدا یعنی یتیم نوازش کردن. ذکر خدا یعنی مشکل مردم رو حل کردن به خاطر خدا. ذکر خدا به مردم احترام قائل شدن، به مردم سلام کردن، جواب سلام مردم جوابشون درست دادن، دستشون گرفتن، احوال پرسشون کردن. اگر هنر و فنی بلدی کمک مردم بکنید. شما میتونید یه دستگاه فشار خون بخرید 50,000 تومان 60,000 تومان از دبی بیارن، برید تمرین بکنید. آمپول زدن، سرم وصل کردن، اینا ثوابه. باور بکنید ثوابه. در کنار کلاس مکتب خانه و قرآن کمک های اولیه به مردم یاد بدید. دختر روستایی بتونه سرم وصل بکنه، زنهای روستا محفوظ میشوند. دیگه نیاز به فلان درمانگاهی که یک دکتر و یک نمیدونم پرستار مرد هست اونجا چه نیازشون پیدا نشه. یه دستگاه فشار خون فشار مردم بگیرید، اطمینان پیدا بکنه. کارهایی که از انسان برمیاد، پانسمان. بعضی موقع یه نفر زخمی میشه در به در تو خونه ها دنبال بتادین و بان میگردن، نیست. دنبال زخم کسب زخم میگردن. بخر بذار تو خونه. یه وقتی کسی نیاز پیدا میکنه شبی نصف شبی همین بتادین کارسازه. راه های خدمت کردن خیلی زیاده. این دستمال کلیکس آوردن، اگه دیده کسی عرق کرده بفرمایید. این ثوابه دیگه، همین ثوابه. شما تو حرم مکه نرفتید، خیلی هاتون رفتید. و جالب اینجاست الحمدلله که جوان‌ها دارن ثبت نام میکنن. امروز عزیزی تو ماشین با هم بودیم از کوهی، دیشب با هم بودیم، میگفت که 500 نفر در روستای کوهی برای عمره ثبت نام کردن، همه تو نوبتن. 500 نفر. چقدر آدم خوشحال میشه از این 500 نفر که همه پیر نیستن. من مطمئنم که 400 نفرشون جوانن، 400 نفرشون زیر 40 سالن. از یه روستا 500 نفر ثبت نام عمره بکنه، بره خانه خدا ببینه. تو حرم مکه، تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی نشستی، یک بنگالی فقیر ضعیف لباسش پاره پاره، یک سیاه آفریقایی پول نداره خیر بکنه، عرب نیست، تاجر نیست، از خلیج آمده، دلار همراهش باشه، ریال و درهم که 100 درهم به فقرای حرم بده. بارها دیدم که این بنگالی یا آفریقایی یا یمانی یا پاکستانی مردم نشستن، چون که اگه بلند شد جاش میگیرن. لیوان دستشه از فلاکس آب زمزم 4 تا آب میکنه، میاره تو صف میچرخه. تشنه نیستی؟ قرآن داره تلاوت میکنه اون مرده، تشنه نیستی؟ بله. اگه بلند بشه قرآنش قد بکنه میره برو آب بخوره، چه جاش میگیرن، آب بهش میده، تشکر میکنه، ثواب تلاوتش هم چه نصیبش میشه. بعضی ایستادن که رحل برای مردم بیارن، قرآن نمیخواد تلاوت بکنی من بیارم، میاره، موقع جمع کردن هم جمع میکنه میذاره، ثواب دیگه. همه که پول نیست، همه که پول ندارن ثواب جمع بکنن. و همه ثوابا اگر خدا به پول مرتبط کرده بود فقرا بدبخت میشدن. ولی فقرا 500 سال زودتر از تجار به بهشت میرن. بهشت دارالسلام و دارالمساکینه. با یتیم و حمایت از یتیم و بیوه زن و ارامل و ایتام و فقرا و مساکین آدم به بهشت میره. با ترحم به اینها آدم به بهشت میره. تا بگی ثواب هست.
که اهل ثواب جمع کردن باشه. قرآن بلد نیستی، کلاس زبان بلدید؟ میتونی زبان انگلیسی کلاس بذارید؟ میتونی کامپیوتر کلاس بذارید؟ میتونی نقاشی کلاس بذارید؟ عزیزمون اعلام کرد درباره مواد مخدر نقاشی بنویسید، نقاشی بکشید. بهترین نقاشی عنوان بدهید، عنوان نقاشی مواد مخدر. بچه ها نقاشی بکشن جایزه بگیرن. عنوان فهمیدیم. کلاس نقاشی میتونی بذارید، کلاس خطاطی میتونی بذارید. امشب چیه اینجا؟ عروسیه، فراموش کردم. پس نه، ما میخوایم شاد باشیم.